سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می دهیم آموزش لغت‌های زبان روسی را. دوستان عزیز، در درس امروز ما 3 لغت ضروری زبان روسی را در موضوع میوه‌جات به شما پیشکش خواهیم کرد. با ما همراه باشید. فروکتی میوه‌جات. گریپ فروت نارنج. پرسیک شفتالو. ابریکاس زردالو. دینیا خربوزه. گرانات انار. ماندارین. سلیوا آلو. خرما. اناناس. اپلسین افلسون یا اینکه پرتقال. یابلاکا سیب. اربوز تربوز. بانان. گروشا نوک. کیوی لیمون لیمو. ویشنیا آلوبالو. وینگراد انگور. کلوبنیکا توت زمینی یا اینکه قلف نای. کمپوت. یاگدا میوه بوتگی. چرشنیا گلاس. مالینا تمشک یا اینکه مالینا. زملяника توت زمینی یا اینکه قلف نای. چرنیکا. سمارودینا یا اینکه بوته قات. ایژیویکا یا اینکه مرمنجان. کلیوکوا یا اینکه میوه بوتگی. کریژوونیک بکتاشی. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن و کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زر کنید. تا دیدار.